یک به مسئولیتی دیگر در توی ها یا که خرسندی ها دیده می شود. اینا یک گروه گوشزد کرده بودیم، اما گفتم که وقتی که پرزیدنت راهبر فاسد شد، مردم هم فساد میره، به روی فساد میره، مردم هم به فساد میبره. در توی معرکه ها، توی خرسندی خوب بچه یا دختر یک سرایانده با خودش یک رقاصه میاره، یک دختر میاره و دختر تاجیکه، او دختر خواهر یک نفر یا که دختر فرزند یک نفر دیگه او را باشه دعوای مسلمانی میکنه، میاره لباسای رقاصگی ده، همه میدونه که این رقاصه این باید که در این بین توی خچه بجنبونه، خچه بلرزونه، توی گرم بگیره، توی آباد کنه، در توی میاره. خب خچه لرزون، خچه جنبو، خچه تلتون، اما اوزی با یک موده نوشی دخترها یا که همون رقاصا چکار میکنه؟ یک مسافد هم میبرن، یک 4 بچه پیانیستا، من فکر میکنم پیانو یا که بانگ زنگیان، هیچ یعنی که باور کردن نمیتونم که نفر مسلمان هم کار میکنه. یک مسافد هم میارن کلانسالا در بغل رقاصه میپرتوین یا که رقاصه را در بغل مسافد میپرتوین که کیف کنین، داد زده میخندن، داد زده میخندن. در اطرافشون مادر اون پسر هست، مادرش هست، چون که در هر یک توی میشه یک محله ده حتما جوان ها و مرد های محله هست، در پهلوی یا زن، مادر، همسر یا که همون کودکشون هست. تماشابین نگاه کنید، یا ققره زده مسافر در بغل رقاصه میپرتن، یا که حتی یک جوان دیگره، جوانی که پیانو رقاصه را میبرداره، که رقاصه خچه در بالای میپرتوه، او بچه را میبرداره، در گرد اطراف دختر، خواهر، زن، مادرش تماشاش داره. این حرامه، حرامه. میفهمید چی معنی داره؟ حرام، ناجایزه. کمیته تنظیم جشن مراسم ها کجا ده؟ اینجا باید چی بود؟ نگاه نمیکنه، نظارت نمیکنه. دسترخوان شکل دیدی؟ دسترخوان هم توی دیدی؟ توی چی با نظارت نمیکنه که به ترتیبی نباید. این به ترتیبی، این بد اخلاقی، گناه، جنایت در قانون نباشد، در قانون شریعت است. در شریعت این کار حرامه، این کار ما محکوم میکنم، تماما جایز نیست. بگذار دختر اسلام بیزار باشد، بگذار دختر ملت پس بزنه، اما در اطرافش نخواه که یک رئیس محله بناموس، یک کلانتر بناموس نباشه که اما وقتی که توی میکنی یک مصلحت بکه، یک کسی یک مصلحت بگی من توی میکنم، یک 4 آدم بناموس جمع که من توی میکنم، همین رقاصه را بیارم یا نیارم، همین شراب عرق بتم، همین مردم که نتم توی تجزیر میکنن، بی‌ابرود میکنن. ما صدقه جاریه میگیم، با همین خیلی هست معصیت جاریه، گناهی که بردوامه. این همین رقاصه ها نمی معصیت جاریه کردگیان، ایخه چون باقی موندگیان. اون همون کانالایی که هستن تماشا میکنن، او را 100,000 شاید بعضیش 500 تا میلیون تماشا کردگیان. تماشا کردنشون حتی درست نیست، جایز نیست. اینگاه شریعت هم حرامه، اینگاه انسانیت اخلاق هم بگیم شوخی عیبه ده. تو خواهر خطه که یک هم شهری ده، هموطن خطه تماشا دوری، انا ملت پس میکردگی، انا میان بی‌ابرو میکردگی، اینا میان. اگر شما فکری همون کسایی که در توی اشتراک میکنن، همین کارا میکنن، فکری آینده خودتون بکنین، آینده ای که مثلا عائلتون یک آدم خوب صالح باشه و همین خیلی به دنیا بیاد، یا که در آخرت در نزد خداوند یک سوال جواب کرده بتونین، یعنی کم ترک شرمنده نباشین، یا که کم ترک آبرو داشته باشین، خدا به حال شما رحم کنه. شما نباید که بیتری کارو دست بزنید، که بیتری مرکات رو اشتراک کنید. اشتراک کردن جایز نیست. با میگم که بچه رقاصه در بین مرکت جنبونده است، در اونجا زن، من نمیفهم که عقلم اینا بگذار که رقاصه خیلی به ناموس یا که به شرم به حیا، او بچه هم به شرم به حیوان، همون زنکان باید که ایزوب گشن ترک کنن هم محله را، همون توی مرکه را. باور کنی بسیار یک عمل دهشت‌آوره. یا که بعضش نگاه کنیم، بعضش با یک کاری یاد گرفتن، در خانه ها یا رقص میکنن یا که افیر پخش مستقیم میکنن، جوان ها را به طرفشون جلب میکنن. این هم یک کاری نادرسته، یک تبلیغی ناجایز
یک تبلیغی بسیار زشته، بده، تبلیغی حتی حرامه، تبلیغی حرامه، زیرا که زن حق نداره که خچه در نزد مردم بگونه یک تبلیغ کنه، بجنبونه، نشان بده، یک خشوگیشه رکلام کنه، این حق نداره. انا برای همه چند خبری که هست یعنی نو پیدا شد در طرفی هم گپ میزنیم. وقتی که انا تری جامعه فساد شد، مردم دیگه فساد، حرام، کاری بده، ای کار خوب فرق نکنن، انا تری بعد عاقبتش میاد که کودک 12 ساله، دختر 12 ساله در همین حصار تجاوز شد، یک مردی 42 ساله خشش بده، ای همون اقربا و نزدیکا و اولادش با جوابگاری کشیده نشید. برای چی؟ برای که آخه مسئول نداریم ما. نفره که در مسئول چی وظیفه و منصبش تگر و نمیفهمن که این مسئولیتشون یا که مسئولن چیه مسئولیتشون نمیدونن. در اینجا ده اگر که کشور دیگه میبود باور میکنه این همین حدیثه ده میخستن یکم کار میکن، همون نفری که همین کار حرام دست داد، همون پدافیلی کرد کو، همون زیناکار، همون را به جوابگاری میکشیدن. دیم نفری که ایرا ای جزا آزاد کرد، از زندان میگه محرومش کرد، همون دادگاه، همون سودیه را همون را به جوابگاری میکشیدن، هیچ نه منصب آزاد میشید. حتی کاری میکرد که پرزیدنت هم میگذاشتن، یعنی استعفای پرزیدنت هم میخواستن که یک کاری کرد که دیگر نفرای شاید باشه که دیگر بگاهی خیلی یک نفر در یک دست درازی که برنامه‌اش یک نفر میرسه پول میتونه آزاد بشه. ایجاداً به مسئولیتی ما و شما باید هر یک نفر ما و شما یک نظر یا یک فکر یک سخن میکردیم در اطراف همین هر حادثه‌ای میشه و این حادثه‌ای که رسانه‌ای شاید با چند حادثه دیگه باشه واش پس پرده میگذارن یا آخه جوگای حلش میکنه یا که ای ترس خرد میکنه. او میگن که در لب آب میمونه که در دهان آب.